از درگاه پروردگار این روز عید، روز مبارک، نزول رحمت پروردگار و اتمامی اتحاب بزرگ خدا ماه مبارک رمضان تمنای آن دارم که این ماهی ما و شما روزدار بودیم، شبهایی را تراویح خواندیم و درگاهش قبول بگردد و سبب مغفرت و هدایت من و شما بگردد. پروردگار همه انسانهای روی زمین، همه شخصان مسلمان این جهان را عزت و آبرو، حسن فراوان، مقصدان اصلی و دینی دیگری را برآورده خیر بگرداند. برادران عزیز، این روز سید، روز عید فطر است. پروردگار بزرگ برای خود این روز را روز تقسیم مکافات اعلام کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که روز عید رمضان می شود، روز عید رمضان که شد، الله ذوالجلال و ملائکان می گویند ای ملائکه ها، اگر شخصی که در دنیا کار فرمیده شود، انسانی که کار فرمیده شود، ثواب او ادامت خیر داره دم صندوق پرتوی ادامت خیر داره دم صندوق پرتوی خیرات داره جان صندوق پرتوی
da satın var. Amca mağdurlar sapı.